خواهرم، وقتی با مردی بیگانه خلوت میکنی، در تنهایی نشسته ساعتهای دراز صحبت میکنی، وقتی تا نیمه شب صحبتهای تلفنی یا پیامک بازی میکنی، این را بدان که سوم شما شیطان است. بسیار دخترهایی بودند که بعد چنین خلوتها ناموس خود را از دست دادند و بی آبرو شدند و حالا دست به دست مردان فاسق شدند. حتی رسم و نوارهای آنها در شبکه ها دور میزند و همچون یک زن فاحشه آنها را میشناسند. خواهرم، با آبروی پدر و برادرانت بازی مکن، آبروی ملت را نریزان، مگذار که به سبب تو زنان و دختران ملت تاجیک را همچون فاحشه و بی‌حیا بشناسند. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود، هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر، دین حق را هدیه آورد